در داستان‌های کهن آورده‌اند روزی بودا و شاگردانش برای صدقه راهی شدند. بودا گفت تمامی هدایای دریافت شده را به فقرا خواهد بخشید. آنان زیر شکوفه‌های سرخ درخت سالا نشستند و به زودی شخصیت‌های مهمی همچون پادشاه، بیمبیسارا، برهمنان، بزرگان شهر و مردمان عادی از طلا و جواهر گرفته زیورآلات و خوراک‌های لذیذی را پیشکش آورده بودند. بودا همه را تنها با یک دست گرفت و کناری گذاشت تا اینکه پیرزنی با نیمه از یک انار پیش آمد و گفت بیخبر از صدقه نیم آن را خورده و تنها داراییش همین است و آن را پیشکش کرد. بودا نیمه انار را با 2 دست گرفت. وقتی که پیرزن دور شد شاگرد بودا پرسید چرا پیشکش پیرزن را با 2 دست پذیرفتی اما بقیه را با 1 دست؟ بودا گفت آن پیرزن هرچه داشت همین نیمه انار بود. من به هر 2 دست نیاز داشتم تا چنین پیشکش سنگینی را که از جان و دل برآمده است بپذیرم. سلام آقای دکتر، خوبین شما؟ سلام. سلام. خانم انار خیلی دیر اومدی. مسئولت میخوام، ببخشید. خواهش می‌کنم. آقای فن دوست من کارگردان سینما هستن و مایلن که یک فیلم راجع به شهر اصفهان بسازن و موضوع فیلم هم تاریخ روابط ایران و چین هست. من امیدوارم شما علاقه‌مند باشید در این پروژه همکاری کنید. حتما。范导，我简单跟您介绍一下我自己。我叫阿纳尔，是我之前去伊朗留学的时候给自己取的波斯语名字，也就是中文里面16的意思。之前在那边我去伊斯法罕短途旅行过1次，虽然特别短暂，只有1次，但是那是我觉得迄今为止我去过伊朗最漂亮的城市之一。我们希望你能出演，同时担任我们的翻译。你回去的话，我希望你能仔细的读一下剧本。谢谢，那我回去仔细阅读一下。خانواده من در این روستا زندگی میکنه و بابام و مامام کشاورز هستن. من خودم میرم دانشگاه و رشته من زبان فارسی هست و این باغ خانوادگی ما هست، باغ اناره. از مدت‌های قدیم اینجا زندگی میکردید شما؟ بله، تقریباً 400 سال. آها، 400 سال. خیلی جالبه. اسم شما با اسم محصولتون با هم یکیه. شما انار خانم هستین، اونم انار هست. چون من خودم خیلی دوست دارم. در حدود 2000 سال پیش که اشکانیان بر ایران حکومت می‌کردن، ما نخستین ملاقات‌ها رو بین تجار ایرانی، تجار وارد کننده ابریشم و تجار
چینی در منطقه سینکیانگ یا تورفان یا کاشغر مطالعه میکنیم و در اینجا هست که علاوه بر اون مبادلات تجاری یک حادثه جالب رخ میده که ما در واقع داستان انار رو از اینجا میتونیم در چین مورد توجه قرار بدیم و اون اینه که کالاهای زمین که کالاهای ایرانی به چین و کالاهای چینی به ایران می‌آمد، نهال انار به چین و این نهال به خاطر زیبایی و به خاطر درخشندگی و به خاطر اون حالت بسیار متفاوتی که با سایر میوه‌ها داشت مورد توجه مردم چین قرار گرفت و به زودی در سرتاسر مناطقی که قابل کشف بود این نهال پروریده شد و در واقع چین دارای میوه انار شد برای اولین بار و این میوه زیبا رو در سرزمین خودش دید.在古代呢，中国人认为石榴象征着新生命的孕育，所以呢，它大致上呢是女性的一种标志。所以呢，当中国女孩结婚的时候呢，家庭成员呢，他会给新娘子送石榴，它就在此时此刻，它就象征着多子多福、子孙满堂的意思。在古代的时候呢，伊朗文化里面呢，伊朗人则觉得这个石榴代表着太阳的诞生，它是一种太阳诞生的标志。所以呢，在伊朗它有一个专门的节日呢，去庆祝每年最长的一个夜晚。这个节日呢，波斯语叫做沙贝雅勒道，也就是我们中国人常说的这个冬至。پیش از آن که سخن از ساحت شعر فرو افتد، آفتاب از سر مردمان مشرق زمین گذشته بود. به ادب صنعت راه‌ها و باغات و میوه‌ها و گل‌ها آراسته بودند و از آن نعمت‌هایی به شکرانگی حق برگرفته عرضه مردمان جهان می‌داشتند و بدین سان سخن راستین همواره از شرق به سوی غرب گسترده می‌شد. آنچه در این میان جای اندیشه دارد دمیدن آفتاب است. بر آدمیان خفته چه جای سخن که صبح از غرب شروع می شود یا از شرق؟ به قیاس آدمی می گذاریم. حتی جای شمال و جنوب تعویض شده و فراست یکی از میان ما ماه به جای خورشید بنشاند و خورشید به جای ماه و از آن معرفتی بر آدمیان برافروزد. همو را سزاوار ستایش است. تا آنکه یکی از این میان برخیزد و بسراید که آموزگار نخستین را در ستایشم که سخن بر زبانم نهاد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای یوسف امام مسجد جامع شیعه هستند. 这位是来自伊朗伊斯法罕大学的历史学教授。میگن خوش اومدید. خیلی متشکرم. خوشحالم دیدار شما.看前面这个建筑是明朝时期的石牌坊、石门。این در سنگی مال سلسله مین هست. سلسله مین. بله. 然后右边您看这个建筑是教室，学习《古兰经》的地方。اینجا قبلا اتاق تدریس بوده. اینجا. تدریس طلاب علوم دینی. 然后做礼拜以前，我们wuzu净身的场所就在左边这个房子里边。اینجا جایگاه وضو بوده. جایگاه وضو. 然后前边这个建筑是比较老的一个礼拜殿，南宋时期的礼拜殿。بسیار خوشحالم که در یک مسجد بسیار زیبایی نادر در سرزمین چین
حضور دارم در خدمت شما. صحبت اینه که چه شد که نیروهای اسلام از منطقه غرب آسیا، یعنی منطقه غرب آسیا به شرق آسیا آمدن و به مرزهای چین رسید. این یکی از نادرترین و شگفت‌انگیزترین حوادث تاریخ مذهب در جهان بوده و هست. 伊斯兰教传入中国是通过3部分，第一部分是在唐代，我们民间传说在穆罕默德圣人在世时，算了老火了也算了的，当时派的算来到广州一带宣教，然后根据中国历史书籍《资治通鉴》记载，在唐代永徽年间，在第3任的哈里发奥斯曼乃时期，派使者到长安，当时西安是唐朝的首都，面见我们皇帝，介绍伊斯兰教在中东的发展，从651年期间，以文化、商贸交流和大唐就有了互动，然后过了100年以后，大概是在唐代公元755年，我们中国发生的。خداحافظ. خانم انا؟ بله شما خانم مونا هستی؟ بله سلام. سلام. خوبی؟ مرسی. شما خوبی؟ خوبم. چقدر خوب فارسی حرف میزنی. مرسی. شما تازه اومدی؟ آره بهت خوش گذشته؟ خیلی خوش گذشت. شما بلدی با چاپستیک غذا بخورین؟ نه بهم یاد میدی؟ البته. ببین من 2 تا دارم. یکیش برای شما. مرسی. یکیش برای من. روم حرکت کن. درسته؟ یکم بالاتر نگه دار. یکم بالاتر. یکم بالا. اینجا؟ درسته؟ درسته. این گردو رو امتحان.
خوبه آفرین درسته همینجوری مرسی. خیلی خوشحالم که آقای دکتر سفارش کردن که تو این سفر همراه تو باشن. ببین این بزم شاه عباس اوله. عباس اول. این جنگ کرنا. آره اسمشه. اون بزم شاه طهماسبه. شاه طهماسب. درسته؟ آره یکی از شاههای صفوی بوده. صورتشون یکم شبیه به هم. درسته؟ چون برادره یا پدر و آره شبیه هم. میدونی اسم این پل چیه؟ پل خاجو. آفرین پل خاجو. این پل مال دوران صفویه. معماریش خیلی قشنگه، کاشیکاریای خوشگل داره، به خاطر همین خیلی مشهوره. یه ذره گوش کن ببین این صدا رو میشنوی؟ مردم دارن توی دهنه ها آواز میخونن. آره؟ آهنگ قشنگ. آره. بنای بزرگ و با شکوه مسجد جامع اصفهان تداوم معماری و هنر و شکوه ایمان مردم مسلمان در این مسجد هویدا است. این مسجد در قبل از اسلام در واقع یک آتشکده‌ای بوده که آدریان نام داشته و آدریان بزرگترین آتشکده منطقه اصفهان بوده، ولی بعد از حضور اسلام در ایران و حضور نیروهای فاتح در اصفهان حدوداً دهه سوم هجری به جای آن آدریان یک مسجد عربی ساخته شد شبیه معماری مسجد پیامبر گرامی اسلام که در مدینه مکرمه و منوره بود. در کنار این کار وقتی که مسجد ساخته شد مردم جدیدی اومدن اطراف مسجد جمع شدن و کم کم این جمعیت اصفهان در حول و حوش مسجد اولیه که در واقع آتشکده سابق بوده توانستن خانه‌هایی بسازن و جمعیت اصفهان کم کم زیادتر شد. 以真主之名，现在我来向你们介绍伊斯法罕贾马清真寺和它1200年伊斯兰伟大建筑风格的悠久历史及其相关的伊斯兰文明。
آیین بودا یکی از مشهورترین آیین‌های جهانی است، در هند موفق نبود. ولی چگونه در چین، کشوری که خیلی بزرگ بود و زبانش هم با اون یکی نبود، موفقیت بسیار بزرگی به دست آورد. نمونه‌هاش هم ما در همین پاگودا می‌بینیم.首先，教授先生感谢您的接待。然后，教授先生有一个问题想要请教您，就是关于这个佛教为什么在中国呢要比在印度更加的兴盛、更加的流行？因为玄奘法师。خودشون فکر میکنن به خاطر کاخ معروف玄奘 دین بودا در چین رایج‌تر شده. شما فکر نمی‌کنید این پاگودا خیلی قشنگ هست؟ بسیار زیبا، یعنی یک معماری منحصر به فرد، یونیک است. من فکر کنم که در دنیا نداریم چنین معماری.佛教起源于印度，从印度传入中国，大概是从汉朝汉明帝，也就是刘庄当皇帝的时候呢，佛教才很正式、很官方的进入中国。历朝历代延续呢，都有高僧大德踊跃而出，尤其是在唐代的时候，那么就是著名的玄奘三藏法师。咱们这个大慈恩寺这个地方呢，也就是当年呢玄奘法师他从印度取经归国以后，在这里翻译佛经的地方。چون نیک بنگریم کمتر پیامبری را در آغاز راه شادمان می‌بینیم. چرا چنین شده؟ یکی از بدخلقی و کبر حاکمان رسمی که هیچ کس قدرتشان را نمی آزماید و آن دیگری مردمانی محجور و درمانده و لهیده در زیر بار سنگین زندگی که فرصت سخندانی نیابند. اندوه اشو و زرتشت، بودا، محمد صلی الله و موسی و عیسی علیه السلام از آن روست که نادرستی حاکمان از سوی و از سوی دیگر فروخوردگی و درماندگی مردمان عامه زمانشان تا یکی چون زردشت بسراید: ای آموزگار نخستین، مرا زبانی ببخشای برای پیوستن با همه رنجبران جهان تا بدینسان جهانی به دست آورم. و از سوی دیگر محمد می‌فرماید اگر دین به ستاره ثریا بسته باشد و در آسمان‌ها قرار گیرد، مردانی از پارس آن را در اختیار خواهند گرفت. دین بودای غمگین را چینی‌ها و دین محمد را پارسیان گرم به استقبال می‌گیرند و آنها را بال و پر می‌دهند. دولت صفوی یکی از دولت‌های نامدار، پرهیبت و معنوی ایران بود که در قرن 17 میلادی در ایران تشکیل شد. 萨法维王朝是伊朗历史上一个非常辉煌伟大的王朝。 دولت صفوی در 3 دوره در تاریخ ایران درخشش داشت. دوره اول در تبریز بود. 在历史上，萨法维王朝有3个自己的首都。 دوره دوم در قزوین بود و 120 سال آینده رو در اصفهان این دولت تشکیل شد به درایت و حکمرانی شاه عباس اول. علت این که این شهر انتخاب شد برای ما روشنه که شاه عباس علاقمند بود که شهری متمرکز در مرکز فرات ایران به دور از مشکلات مرزی به وجود بیاد که در آن بتونه آرمان‌ها و ایده‌های خودش رو در اینجا به وجود بیاره. 当时阿巴斯国王想在伊朗中心建一座城市。 در نتیجه شاه عباس تصمیم گرفت که ضمن اینکه شهر کهنه رو نگه داره، راهی به سمت مدرنیسم آن زمان، یعنی یک شهر جدید رو ایجاد بکنه که از طریق بازار اصفهان این کار انجام شد. 他在旧城市和新城市的中间建了一个市场，一个巴扎。 پدیده دومی که دولت صفوی به وجود آورد در میدان نقش جهان، پدیده ایجاد دولتخانه‌ای بود که ساختمان آن شایستگی مدیریت و حکومت بر امپراتوری عظیم صفوی را که از
در واقع سواحل رودخانه جیهون و حدود مرو تا گرجستان دوام داشت و ادامه پیدا می‌کرد رو در خود داشته باشه. بنابراین نوعی معماری ابداع شد که یک معماری متراکم بود در 6 طبقه و 10 اتاق و تشکیلات و سالن و برای اداره امور کشور در واقع این ساختمان شروع شد و بیشتر به نظر میاد که چون یک معماری ابداعی و جدید هست احتمالا از هنرمندان و معماران چینی برای ساختن دولتکده یا همون آلیقاپوی عباسی استفاده کرده باشند، چرا که پیش از آن ما در ایران چنین نوع معماری ندیده بودیم و بعد از اون هم به وجود نیامد. بنابراین یک نوع معماری خاص بود که شایسته حکومت مقتدر صفوی بود که شاهباز از اینجا فرامین خویش را به سرتاسر زمین منتقل میکرد و از سفرا و بزرگان کشورهای دیگه و از جهانگردان هم در واقع پذیرایی میکرد. شما توی چین چه صبحونه‌ای میخورید؟ مثلا xiaolongbao. چی؟ xiaolongbao. سالونبا؟ آره xiaolongbao. چیه؟ نان توش گوشت و سبزیجات. نان ترش؟ یعنی داخلش گوشت و سبزیجات. نان توش. صبحونه ایرانی تا حالا خوردی؟ بذار بهت بگم. ببین من بهت میگم. این پنیره. این پنیره. این شوره. شوره؟ یعنی یکم نمک داره. آره یه خورده شوره. این خیاره. خیار. گوجه فرنگی. مربای هویج. هویج یعنی چی؟ خرگوش میخوره. صبحانه بسیار لذیذ و دلچسبی بود، ولی بهتر نبود که ما در یک مکان محلی و یا سنتی صبحانه صرف می‌کردیم. فکر می‌کنم صبحونه سنتی چینی با اینجا فرقی نمی‌کنه. تاریخ شهر جیهان و تاریخ شهر اصفهان شبیه هم بسیار زیبا. منتها اصفهان باران نداره ولی اینجا باران داره. باران زیبایی. شهر زیبایی شما. 长安是西安是中国历史上第一座被称为京的城市，也是中国历史上真正意义上的第一座城市。那西安有13个朝代在这里建都，我们比较了解的是，比较知名的是周、秦、汉、唐。 هنوز سخن از شعرگونگی فرو نیفتاده بود و تعبیل سخن را مردمان ترجمه می کردند تا از آن برج و باروهای شکوهمندی بسازند. بناها نه تنها جایی برای امنیت آدمیان بود و بلکه پیکرهشان به سان شعری آسمانی هوش و ذکاوت و درک و احساس آدمی را به فراسوی جهان می‌خواند. در ایران اصفهان و در چین شیان مصداق گویای چنین موضوعی است. بناهای نقش جهان آدمی را به خضوعی عمیق در برابر هستی می‌نشاند تا عظمت آن ابتدا درون آدمی را نشانه رود و پس از آن فراسوی زمین و زمان را.
اگر باغی نباشد نه آواز پرنده‌ای و نه تاج پادشاهی نخواهد بود. اما آن که با شعرش از باغبان تعریف می کند بهتر از آن پادشاهی است که درخت و باغ را به کینه و طمع ریشه از بن می درد. بزرگی حاکمان از داشتن زین و برگ و تیغ و درفش و سم اسبانشان نیست که همه راهزنان نیز داشته‌اند و ره به جایی نبردند. همه سروده های شادمانی شرقیان را به یاد بیاوریم که تا پیش از چکاچک شمشیرها و تازش سم اسبانشان احترام را در صبح دم روزگار نوشداروی جان انسان ها می نمودند. از این رو بود تا همه سرزمین های شرقی از چین گرفته تا ماوراءالنهر و ایران محل رسیدن خوش‌آوازترین پرندگان می شد. ستیز سر نبودند. هماوردی در حکمت به نقش و نگار صورتگران بود و شاعران و سخنوران و پیام‌آوران راستین آدمیانش تا بسراید. آخر نگاهی باز کن وقتی که بر ما بگذری، یا کبر منعت می کند که از دوستان یاد آوری. هرگز نبودن در ختن بر صورتی چندین فتن، هرگز نباشد در چمن سروی بدین خوشمنظری. صورتگر دیبای چین گو صورت رویش ببین، یا صورتی برکش چنین یا توبه کن صورتگری. تا دل به مهرت داده ام در بحر فکر افتاده ام، چون در نماز استاده ام گویی به محرابم دری. خانم انار، ممکنه برای من توضیح بدید که چه شد که این نام زیبا را برای خودتون انتخاب کردید؟ آری، من انارم، هم در معنا هم در نام. انار، اناری از چین. خجالت کشیدم به استاد بگویم من شیفته دانه های خوشرنگ انارستان باغمان ام. چه شکاور من نامم و نیایم از ایران آمدند. استاد می گفت بچه انار می خورد و بازی می کرد، اما خون بر وجود من گریان می کرد. چه زیبا نامیست نام من. کاش می شد ترجمه نکنم حرفهای استاد را و با آن حرفهای گیسگو بخوابم. شاید در خواب آینه انار ببینم. آقای دکتر، این آساس یکی از مهمترین یافته‌های باستانشناسی جهان و یه چیز جالب این مجسمه های سفالی این است که هر کدوم از آنها شبیه هم نیستند. این برای شما باید خیلی جالبتر باشه. خیلی متشکرم از توضیحی فرمودید. من اینجا واقعا چیزی که میبینم شگفت‌آور، منحصر به فرد و بی‌نظیره در ترک‌های چن شی هوانگ، امپراتور بزرگ چین و بنیانگذار یکی از بزرگترین امپراتوری‌های تاریخ. سربازانی که اینجا در لباس‌های مختلف و یونیفرم متفاوت به نظر ما میرسن یادگار مردی است که امسال 2210 سال از مرگش گذشته است. در واقع بنیانگذار استقلال و هویت و اقتدار مردم خوب چین هست. امپراتور در واقع این تندیس‌هایی که
یادگار گذاشته برای ما در محل قبر خودش، به این دلیل که اعتقاداتش این بود که بعد از اینکه به دنیای دیگه خواهد رفت همون شکوه و عظمت و اقتدار و زیبایی و جلالش رو در اونجا هم داشته باشه. این اعتقادی بود که ما میگیم بهش تناسخ، یعنی بازگشت روح به دنیای دیگه. در نتیجه این زیبایی ها و یادگارها رو که نمونه بسیار زیبایی است از هنر سفالگری و صنعت مهارت صنعت سفالگری در دنیا خواهند که به واسطه هنرمندان چینی در اون زمان درست شده. و نکته جالب اینه که اینها یونیفرم متحد ندارن، همونطور که فرمودیم، ولی یک لبخند متحد دارن. من وقتی نگاه میکنم روی چهره‌های اینها میبینم که چهره‌هاشون متبسمه. این تبسمی که روی چهره اونها هست نشانه اینه که اونها به هویت خویش برگشتن و امپراتور چین موفق شده که با فتح جنوب چین، عبور از رودخانه یانگ تسکیانگ، مناطق جنوبی چین رو هم تسخیر کنیم و به دوران بسیار پرمشغله و پرتفرقه و بسیار مشکل فئودالیسم چینی برای چند صد سال پایان بده و از دیدگاه بخش مهمی از مردم چین که به تفکر کنفوسیوسیسم مکتب او اعتقاد دارن، او پادشاه خوبی نبود، به خاطر اینکه خیلی متفرعن بود، تکبر داشت، این سیستم رو درست کرد و به هر حال از نظر مکتب متعادل کنفوسیوس شاه پرقدرتی نبود به لحاظ اخلاقی و به لحاظ فضیلت. اما در این حال میتونیم بگیم که او با آینده چین لبخند زد و لبخندی هم که در لبان سربازان رو می‌بینید نشانه پیروزی اوست بر تاریخ دوران فئودالیسم. پنج سده پس از اتحاد چین توسط امپراتور چین شیهوان در قرن سوم پس از میلاد مسیح، امپراتوری وقت که سربازانش مشغول حفاظت از جاده ابریشم بودند توسط مهاجمین بیگانه به مخاطره می‌افتد و شهر که سالیان طولانی مظهر جاه و جلال و جبروت بود به یکباره مورد قحطی و تهاجم شورشیان خائن هون قرار می‌گیرد. امروزه از آن وقایع شور و شیرین این سربازان سنگی به یادگار ماندند و نامه‌هایی از سربازان چینی و سقدیان مهاجر که سقدیان مردمانی فرهیخته بودند، نه اهل جنگ نه در سر سودای کشورگشایی داشتند. آنان به کار تجارت در کنار جاده ابریشم می پرداختند و دیوان سالاری برای حاکمان محلی و حسابرسی تاجران عمده را پیشه خود می کردند تا در دمادم سقوط شهر و از میان نامه‌های اندک بازمانده آنها هنوز هم صدای تاجری ورشکسته و سربازان نگهبان مانده در قلعه‌ای را برای نزدیکانشان می شنوید. ابتدا با احترام و با یاد ایزد یکتا زبان می گشایند. از تخریب، ناامنی، قحطی و حول و هراس حاکم بر منطقه می نویسند که دیگر مثل سابق تجارت ادویجات و پارچه و دانه و رنگ و چارپایان و ابریشم صورت نمی پذیرد و امانتداری نزد مردمان رو به افول است و حتی در دریافت حقوقشان به آنها اجحاف می شود. بر سربازی سخنی می گوید: همسر عزیزم، امیدوارم بتوانم تو و فرزندانم را ببینم. مادر، اوضاع اینجا اسفبار است و عنقریب است تا شهر سقوط کند. مامزاده عزیزم، خواهش میکنم تحمل کن و با کسی حق نکن. به زودی باز خواهم گشت. دخترم، تا وقت آمدنم مواظب برادر کوچکت باش.
پدر، من به پاس میهنمان آماده جانبازی هستم. برادر جان، به دوستان سلام برسان و بگو اگر پیروزی نزدیک باشد به زودی به جمعتان خواهم پیوست. دلتنگ مزار و چمنزارمان هستم. با امید دارم بار دیگر بازگردم و سر به موج باد گندمزارمان بسپارم. دوست دارم بار دیگر با شما به میان رودخانه بروم و ماهی صید کنم. اینجا همه چیز در حال ویرانی است. من سخت پریشانم. از هر نگاهی فتنه‌ای میبارد. این چندمین بار است که برایت مینویسم. مرا از اینجا خارج کن. میترسم بمیرم و مادرم و زادگاهم را نبینم.
مستی لیلای من چشم تو ویلاست در مستی آینه ای آوردم امشب تماشا کن چشمان تو هر آینه زیباست در مستی 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 گاهی سواد خیمه قیس است در صحرا وقتی در آن هنگامه ای برپاست در مستی میخانه ای در مسجد شیخ است از رندی نقش جهانی در دل جلفاست در مستی زیباست در مستی زیباست در پلکی زدی میخانه باز و بسته شد یک دم طرز نگاهت بیشتر گیراست در مستی پلکی زدی و اصفهان歌词它也是我可以听明白，也可以感受到这首歌大概的意思，但是很难直接用语言表达出来。شرقیان را عادت بر این بوده است چون مهمانی از راه دور در رسد سفره بر او به آسانی می گشایند که کارشان برجاست و نانشان در کار و بر مهمانی که می شنود سخن به سادگی نمی گویند و آواز سحرانگیزی برایش می خوانند چون به نیکی می دانند آنکه چنین از راههای سخت و دور در می رسد دل به سودای آسمان ها سپرده است تا ابوالحسن خرقانی است که میگوید هر که بر این سرای درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آن کس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد البته به خوان ابوالحسن به نان ارزد.
خانم انار بهتره که من اینجا پیاده بشم و از شما خداحافظی کنم و بقیه راه رو پیاده تا هتل برم و شهر زیبای شما رو هم تماشا کنم. فعلا با اجازه شما. خدا نگهدار. باشه دکتر، من با ماشین میرم. مرسی، خواهش می‌کنم. خداحافظ. خداحافظ. شعور اگر ادراک حسی یگانه‌ای باشد، پرسش این است که آیا مستقل از آدمیان است یا در کالبد و به همراه آنان؟ اگر مستقل است نزدیکی است و اگر نیست و با همگان همراه است، پس چگونه و چرا بر تمامی مردمان به یک بار بروز نمی کند؟ تا آن کار بزرگی را بکنند که دیگران می کنند.
شعر و شاعران را میگویم، سروده های آسمانی پیامبران را و دستاورد معماران بزرگ را که هنوز از پس تاریخی کهن نجواهایی از سروده ها و خطابه ها و نقوشی از ابنیه هایشان روح ما را به فرجام این راه های نیامده و نادیده می‌خواند. غذا هم میشه کنچه درسته و کنارش اون ببین اون حیوان که دو شاهه داره این به چینی میشه لو گوز آله گوز لو بز به چینی میشه شنیان خب اینم میمون به چینی میشه猴子 monkey 猴子 اونم شیر آله شیر اردک مطمئن نیستم ممکنه به چینی میشه یاز آله یاز چینی‌ها دوست دارن که یاز رو خانم انار، من این شعر بسیار زیبا و این آهنگ بسیار جذاب رو درک میکنم، ولی دلم خواست معناش میدونستم من این شعر رو. شما میتونید کمک بکنید؟ میفهمم ولی نمیتونم ترجمه کنم.
یزگرد از خاقان شین تای تسونگ درخواست کمک کرد، اما او نپذیرفت. یزگرد در فوریه سال 651 میلادی در شهر مرو بر اثر خیانت یا کودتای سرداران خود به قتل رسید. سپاه مسلمین در تعقیب او به شهر رسیدند و پس از آن فرزندش پیروز به دربار خاقان سلسله تانگ کاو تسو پناهنده شد. خاقان رفتار خوشایند با پناهندگان ایرانی داشت. و نرسی نوه یزگرد سوم در آخرین روز زندگی پدرش پیروز به همراه امپراتور چین و ایرانیان تبعید شده بر بالین او حاضر می شود. نرسی در یادداشتی می نویسد: پدرم پیروز از امپراتور چین تنها تقاضای تدفینی ساده را کرد. امپراتور دستان لرزان پیروز را در دستانش گرفت. پیروز نگاهی به چهره همه حاضران کرد و با ناتوانی کامل گفت: من هر آنچه که در توان داشتم برای وطنم ایران انجام دادم و آسوده خاطرم. سپس خیره به امپراتور چین ادامه داد: سپاسگزار چین، وطن جدیدم هستم. بعد رو به سوی خانواده و ایرانیان کرد و گفت: تلاش و استعداد خود را در راه یاری امپراتور در پیش گیرید. ما ایرانی هستیم، اما اکنون وطن دوم ما چین است. و بعد در آرامش چشم از جهان فرو بست. من در هر دو شهر زندگی می کنم. هم می توانم پیروز و نرسی باشم، هم کسی که شهری را دوباره زندگی می کنم. اینجا آخرین نقطه افول یک تمدن بزرگ جهانی است. اینجا آخرین نقطه غروب تمدن ساسانی است. اینجا تاریخ متحول می گردد. دفتری بسته می شود و کتابی باز می گردد.